ما بحثمون رو 2 جلسه پیرامون نماز شروع کردیم خدمت شما، راجع به در واقع علت این همه توجه دین به نماز نکاتی رو فرمودین و بعد راجع به صورت باطنی اعمال ریشه‌ای شروع کردین بحث رو. فرمودین که نماز هم صورت باطنی داره که در صورتی برای ما زیبا خواهد بود طبق اون روایت امام صادق که ما درست بتونیم انجامش بدیم. نکاتی رو درباره درست نماز خوندن و آداب نماز شروع کردید. فرمودید که ما باید حواسمون باشه که تو نماز داریم گفتگو میکنیم، یه جاده یه طرفه نیست، 2 طرف هست. خب حالا نفر مقابل ما، اون کسی که ما داریم باهاش گفتگو میکنیم چه کسی است؟ او خداست. و روایات حکایت زیبایی رو فرمودید از حضرت امام رضوان الله علیه، هم نکاتی رو فرمودید که ما باید حواسمون باشه کسی که داریم باهاش گفتگو میکنیم ما در پست‌ترین جایگاه هستیم، ما ذلیلیم، ما خاریم، ما کوچکیم، او بزرگ است، او بزرگترین است، او عزیز است. تا به اینجا به نظر میاد. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا از این خیلی فاصله نگیریم. تو ادعیه و مناجات های اهل بیت علیهم السلام خیلی این مفهوم پررنگ به ما یاد دادن. خیلی خوبه حالا با این نگاه هم ادعیه رو ببینیم برای اینکه این حالت رو تو خودمون تنظیم کنیم. مثلا مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه خیلی قشنگ این جایگاه ها رو داره معرفی میکنه. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، انت الرازق انا المرزوق، انت الحی انا المیت. یا تو در واقع دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام چقدر زیبا این مفهوم ذلت و کوچیکی بنده در مقابل عزت خدا رو معرفی میکنن. سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه ها کذا تو ادعیه این خیلی پررنگه. خیلی خوبه اینو بهش توجهی بکنیم. آره اونجا خیلی پررنگه. آره. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که تو خود نماز 2 جای نماز خیلی به خصوص فرصت‌های ویژه خدا گذاشته برای این توجهه. یکی قنوت، یکی سجده. عجب. تو قنوت و تو سجده. تو سجده خب خیلی واضح اون ذلت در واقع بندگی رو آدم اونجا داره نشون میده که خدا هیچی. اصلا میگن نزدیکترین حالت عبد به معبود همین حالت تو سجده است. شاید به همین دلیل باشه که آدم اونجا داره کوچیکی خودش رو درک میکنه. آره. و از اون طرف هم تو قنوت خدا من دستامو جلوی تو دراز کردم. خب این تعبیر قرآن خیلی دقیقه. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما هیچی ندارید ولی فقرای خالی نه ها، فقرای الله. ما فقط به خدا محتاجیم. انتم الفقراء الله والله هو الغنی الحمید. اون کسی که در واقع پر میکنه آدم رو اون خداست. این 2 تا مفهوم رو درک کنیم. تو غنی هستی و من فقیر هستم، من هیچی ندارم تو همه چیز هستی. امام تعبیرشون اینه، میگه اصلا مقام سالک رو اگر بخواید اندازه گیری بکنید که هر کسی تو اون مسیر حرکتش به سمت خدا تو چه مقامی قرار گرفته وابسته به همین مفهوم است. به میزانی که اون عزت پروردگار رو درک بکنه و اون ذلت خودش رو درک بکنه به همون میزان رتبهش اومده بالا و تو اوج قله کمالات شخص نبی خاتم به عنوان افضل انسانها، به عنوان افضل انبیا کسی است که افتخار خودش رو همین درک این معنا میدونه. بعضی گفتن این که پیغمبر فرمود الفقر و فخری، من به فقر افتخار میکنم، نه فقر مالی. فقر مالی که شاید خیلی افتخار نداشته باشه به این معنا. اون چیزی که در واقع پیغمبر بهش افتخار میکنه فقر الله که میگه من بیش از همه اینو دارم درک میکنم. و چون اون وقت اینو در واقع درک میکنه، چون این مقام عبودیت رو بیش از همه درک میکنه، رشدش هم از همه بیشتره. این تعبیر سوره مبارکه اسراء همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده. چون به این درک رسید، به این مقام عبودیت رسید، به معراج رفت. یعنی معراج رفتن وابسته به این. حالا اون روایتی هم داریم که العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه، که حالا اگر کسی هر چقدر خودشو در اختیار خدا قرار بده و این خالی بودن رو به خدا عرضه کنه، خدا من کسی نیستم، من چیزی نیستم، خودت باش،
اون وقت اگه من خالی کردم عرصه رو برای خدا، خدا خوب بلد خدایی بکنه. یعنی به هر میزان این ظرف رو خالی کنی به همون میزان خدا پرش میکنه. آفرین. این نکته هم هست که میگن راه رسیدن به خدا اصلا دور نیست، 2 قدمه. یه قدم رو خودت بذار، قدم اول بذار رو خودت، قدم دوم میشه خدایی. آره. یعنی همین خودت رو کم کردن، کوچک کردن، اصلا ندیدن، یعنی میشه خدا. آره که بعضی گفتن خیلی راه رو دور کردید. کجا 2 قدم؟ 1 قدم. پا رو خودت بذار رسیدی. تمام دیگه. خب من که خودم رو خالی کنم از دخالت‌های خودم، از هر چیز دیگه خالی بکنم، حکومت در اختیار خدا قرار میگیره. میگن یه کسی که سالتی براش پیش اومد و مریضی پیش اومد و قبل از انقلاب ظاهراً بیماری مثلا درمان نمیشد و خیلی دچار ناراحتی ها و گرفتاری ها و وضع روحی به هم ریخته و گفت ماه مبارکی بود داشتم قرآن میخوندم، با همین ناراحتی، افسردگی، خدایا چرا من خوب نمیشم، خدایا چی کار داری با من میکنی، خدایا مثلا این همه دعا، این همه مناجات، خدا بسه من خوب بشم. اینجوری داشتم قرآن میخوندم، ایده فرستم به این آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر استدلال بر این یکتایی خداست، اگر خدا میگه اگه تو عالم 2 تا خدا باشه دعوا میشه. این نظمی که تو عالم میبینید به هم میخوره. یه خدا یه چیز اراده میکنه، خدا یه چیز دیگه اراده میکنه. همین که ببینید همه چیز سر جای خودشه، معلومه یه خدا داره حکومت میکنه. میگه با خودم گفتم که خب پیام این آیه برای من چیه؟ چرا خدا الان این آیه رو برای من فرستاده؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. میگه دفعه نگاه به دل خودم کردم، دیدم که در ملک دل من اتفاقا 2 تا خداست. یه خدایی تشخیص داده من مریض باشم، بنابر حکمتش، بنابر مصلحتش، بنابر رحمت و مهربونی اون دوراندیشی ویژه‌ای که او داره من ندارم، اون مهربونی که او داره من ندارم، او شناختی که او از من داره و من از خودم ندارم، او تشخیص داده من الان مریضی به صلاح من و من عاجز، ناقص، ضعیف، ذلیل تشخیص دادم که نه من باید سالم بشم. دعوامون شده. واسه همین الان تو ملک وجود من فساد ایجاد شده. یه دفعه به خودم گفتم که خدا من به نفع تو کشیدم کنار، خواهی بسوز جانم، خواهی بریز خونم، هر کاری دوست داری بکن، من رفتم کنار. آقای قوامی میگفتش که حالت من با واسطه شنیدم، استاد بزرگواری که اینو نقل میکرد، میگفتش که از او گفت وقتی اینو به خدا گفتم خدا من به نفع تو کشیدم کنار، میگفت یه آرامشی پیدا کرد. میگفت طوری که وقتی تو این دعا که تو تعقیبات نمازهای ماه مبارک رمضان هست، بعد نماز دعا کنیم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، یه تیکه دعا اینه که دیگه اللهم اشف کل مریض. میگفتش که وقتی به این فراز میرسیدم اللهم اشف کل مریض، تو دلم میگفتم به استثنای خودم همه مریضا رو شفا بده، با من هر کاری دوست داری بکن. به این حد از تسلیم رسیده با من هر کاری دوست داری بکن. درباره خودش چیزی رو مسئلت نمیگه. دیگه من آرام شدم، هر کاری دوست داری تو انجام. تو بهتر از هر کس و من میدونی که برای من چی بهتره. الهی آن ده که آن به. و اون وقتی که این آدم بزرگ میشه، آره، اون وقتی که خدا راه میده دیگه، محرم میشه، محرم میشه، محرم میشه. میخوام بریم برگردیم. میگن که مجنون در خونه لیلی رو زد. آره. بعد لیلی گفت کیه؟ مجنون گفت منم. لیلی در باز نکرد، هرچی در زده باز. بعد رفت. کنایه از این که تو هنوز در عشق و عاشقی خامی، بعد بری پختشی. رفت، بعد مدت ها برگشت، در زد. لیلی گفت کیه؟ مجنون گفت تویی. در باز شد، گفت حالا بیا تو. یعنی حرف شما به نظر از اول تا حالا همینه دیگه. یعنی ما تا وقتی که خودمون رو در برابر خدا میبینیم در باز نخواهد شد. تو نماز، توی بندگی، موقعی به اینجا برسیم که هرچه هست اوست، موقع است که در باز خواهد شد. و چقدر تعبیر از زهرا سلام الله علیها اینجا قشنگه. فرض الله الصلاة تنزیها عن الکبر. خدا نماز رو فرستاد که خودتو نبینی. آفرین. چه بجا فرمود. خودتو نبینی. آره، فرموده حضرت زهراست که برای دوری از تکبر و خودبینی و اینا. فداشون بشم. یه صلواتی رو هدیه میکنیم با اجازه شما. ساعت مقدسه و مطهره حضرت بیبی دو عالم، مادر سادات، مادر هممون، حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر که
آیاتی نورانی از قرآن کریم سوره ماعون رو، آیات ابتداییش رو با هم دیگه مرور کردیم. اگه توضیحی لازم داره بفرمایید. خواهش میکنم. بله، این آیات مبارکه به گونه اینم اشاره داره به اینکه نماز باطنی داره. چرا؟ چون میفهم فویل للمصلین، اینا دارن نماز میخونن، با وجود داره نماز میخونه خدا داره میگه وای بر شما. خب معلوم میشه که اینا اون باطن نمازه رو نتونستن بهش دست پیدا کنن، ولی ظاهر نماز رو خوب انجام دادن. ویل للمصلین، نماز میخونه اما رعایت اون آداب باطنی نماز رو نتونست انجام بده. خب اگه بخوام از همینجا وارد بحث بشیم، عرض کردیم که اون رسیدن به اون صورت باطنی و در واقع اینکه بخوام از اون باطن نماز استفاده بکنیم، خیلی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تأکید میکنن، میگن وقتی فهمیدیم که نمازی باطن داره و این باطن چقدر کارگشا میتونه برای انسان باشه، چقدر تو اون عرصه‌ای که آدم گیر میفته گره گشا خواهد بود و دستگیر خواهد بود، اون وقت اگه کسی اهلش نشه، اون باطنه رو نتونه برای نماز خودش ایجاد بکنه، هم با خسارت در واقع مواجه میشه و هم بعد حسرت خواهد خورد که خب این نمازی که در اختیار ما بود و بعد خیلی حالا به این معنی کار سختی نیست که با گفتگوی با خداست، قبول دارم، حالا شیطان نمیذاره به همین راحتی این اتفاق بیفته، گرفتارش هستیم، اما بالاخره گفتگوی با خداست، گفتگوی با زیباترین و بهترین، حالا این تعابیر خیلی دیگه داریم بد حرف میزنیم و از ساحت مبارک پروردگار دور هست، ولی خب دیگه داریم با بهترین موجود عالم داریم گفتگو میکنیم و چقدر شیرین و لطیف میتونه باشه. گفت چون این معشوقه ای در شهر، آن هم دیدنش ممکن، هر آن که از پای بنشیند به غایت بی بصر باشد. میشد با خدا حرف بزنیم، باش درد دل کنیم، گفتگو کنیم، رفیق بشیم و اون وقتی من این کار رو نکنم، اون وقت خیلی خسارت در واقع دوچار شده برای من. تعبیر سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه هست: عمیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. چقدر ضرر کرده اون کسی که بهره‌ای از این فضای محبت تو نبرده. حالا خب این آداب داره، این بخوام به این گفتگو با خدا برسیم، آدابی رو باید رعایت کنیم. مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف اسرار و صلاتشون یه مراحلی رو ذکر میکنن تو بحث آداب خود نماز. درست. خب از بحث حضور قلب شروع میکنن مطرح کردن که حضور قلب در نماز رو میگن اقل مراتبش اینه که حواسمون به خود نماز باشه. لااقل حالا دارم بالاخره حمد و سوره میخونم، حروف رو درست تلفظ کنم، نمیدونم رکوع و سجده رو درست انجام بدم، باطل نشه، این دیگه اقل ظاهر نماز رو حفظ بالاخره اقل مراتب حضور قلب دیگه، حواسم لااقل به خود نماز باشه. نه اینکه دیگه حتی از این هم بخوام غافل باشم که حتی ندونم چی دارم میگم، یعنی حتی درست بگم و درست عمل بکنم. این دیگه خیلی دیگه قطع رابطه است که البته ما خیلی بدون تعارف از همین اولین مرحله هم غافلیم. یعنی تمام برنامه‌ریزی‌ها و چیزای گم کردن رو تو نماز پیدا می‌کنیم، برنامه‌ریزی‌های ساعات آینده، روزهای آینده‌مون رو تو نماز می‌کنیم. اینا یعنی همین اولین مرحله رو نداریم دیگه. و این درد خوبیه ها. اگه آدم اینجا دردش گرفته باشه که خدایا بلد نیستم یه دونه نماز برات بخونم، این درد قشنگیه. آره دردش خوبه، ولی اگه این درد رو بچشی، ناراحت هم باشی ولی کاری نکنی، دوباره همون مسیر رو ادامه بدی، این یه خورده خوب نیست. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که این درد رو برای خودش بیاریم. خدا نگاه کن بلد نیستم حتی حرف بزنم. آره. همین خیلی قشنگ. میتونی درستش بکنی. آره درست. یعنی شاید خیلی ما حتی برای نمازمون هم دعا نکرده باشیم اینجوری دعا، ولی وعده خداست: اما یجیب المضطر. کی بود از روی درد بگی خدای بلد نیستم نماز بخونم؟ یعنی همون خالی بودنه دیگه. آره، اذا دعا و یکشف السوء، بگی خدا نگاه کن بلد نیستم نماز بخونم، بعد من خدا کمکت نکرده باشم. خب ما چرا نماز نمیتونیم بخونیم؟ شیطان مثلا نمیذاره دیگه، تعلقات نمیذاره. مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی خیلی قشنگ تعبیری دارن، میگن نگاه کن، راجع مثل بنده داره صحبت میکنه، میگه چرا حواست تو نماز
جمع نمیشه، حضور قلب نداری، هی زورم میزنی، فشار به خودت میاری، هی حواس میره برمیگرده. حالا من ایشون یه مثال قشنگتری میزنم، یه مثال تلختر ملموس‌تری بزنم. دیدی که وقتا تو تابستون مثلا این مگسا میان تو خونه آدم، آره. رو اعصاب آدمن، خیلی میزنی چه برمیگره، کیش میکنه سمج. آفرین. کأنه ما تو نماز با همچین مسئله مواجهیم، هی میخوایم حواسمون رو به خدا بدیم، این مگس دنیایی بهت میشیم ما رو حواس ما رو پرت میکنه، میزنیم دوباره میزنیم به بهانه‌های مختلفی. آقای گفت من خیلی دوست داشتم یه نماز با حضور قلب بخونم، خیلی دیگه تلاش کردم، رفتم ایستادم تو محراب که نماز بخونم، الله اکبر، یه دفعه نگاه افتاد که داریم گلدسته مسجد رو میسازیم. خیلی خوبه این گلدسته مسجد، به نظرم ارتفاعش مثلا اینقدر باشه خوبه، از این بالاتر اگه بره خب مثلا مشرف میشه به خونه همسایه ها، پایین تر اگه باشه ممکنه صدا به محل نرسه. کاشی ها رو مثلا اینجوری بزنیم، این شکل باشه، این رنگ باشه، این طرح باشه، مثلا این آیات رو بنویسیم، این اذکار رو بنویسیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که اومدیم نماز بخونیم مناره ساختیم. آخ 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 آخ، و چقدر ما مناره سازهای خوبی هستیم، یعنی مهندسی. آره حالا مرحوم میرزا جوادآقای ملک تبریزی میگه میدونی ریشه ماجرا کجاست؟ اصلا چیه داستان که این اتفاق داره میفته؟ میگه ببین حضور قلب اصلا یعنی چی؟ من خیلی خودمونیش بخوام عرض بکنم، آقا همه ما حضور قلب داریم، هممون حضور قلب داریم، ولی حضور قلب در کجا؟ در اون چیزی که علاقه داریم. تو چیزی که علاقه داریم. آقا من علاقم به دنیاست، الانم که اومدم تو نماز باز علاقم به دنیاست، هرچی هم میخوام خودمو جدا بکنم دوباره میرم سراغ اون علاقه هم. شما اشاره کردید به داستان لیلی و مجنون. بله. یه ماجرای دیگه هم داره که ماجرا معروفیه که یه بار مجنون تصمیم گرفت که بره خونه لیلی. رفت یه ماده شتری داشت سوار او بشه که با او بره سمت مثلا دیدن لیلی. ماده شتر از قضا تازه بچه دار شده بود، تازه بچهش به دنیا اومده بود. خب مجنون عشقش اون طرفه، ماده شتر عشقش اینجاست، نمیخواد از بچهش جدا شه. میگم مجنون سوار این ماده شتر شد، حرکت کرد به سمت خونه لیلی. تو راه به یاد لیلی حالا حواسش پرت شد، آروم آروم این افسار این شتر شل شد. شتری که فهمید مجنون حواسش بهش نیست دور زد برگشت بچهش. آره یه دفعه مجنون نگاه به خودش کرد سرجا اولمونیم. 2 مرتبه 2-3 بار این اتفاق افتاد. آخر پیاده شد گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو ضد بس همراه نالایقیم. تا روز قیامت هم این اتفاق افتاده، هیچ کدوم به مقصد نمیرسیم چون معشوقامون متفاوت. مرحوم میرزا جوادآقای ملک تبریزی میفهمن خب بابا من که تمام تعلقاتم به دنیاست، خب چجور حضور قلب؟ حواسم یه جای دیگه است، اینو باید براش یه فکری بکنم. معشوقت باید یکی باشه، یه جا باشه، 2 جا رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشت. اینو باید یه کاریش کرد. خب حالا ممکنه کسی بگه آقا کار خیلی سخت، اینجوری که دارید شما صحبت میکنید بفرمایید که آقا ما نمیتونیم نماز رو بخونیم. ایشون میفرماید که بله کار خیلی سخت است، اصلا هم کوتاه نمیاد که کار ساده است، نه کار بسیار سخته، دشواره، کار هر کسی نیست اینا، ولی ناامید نشو. اینجاش قشنگه، میگه ناامید نشو. چرا؟ چون خدا به کسی که صادقانه در راه خدا مجاهدت میکنه امداد میرسونه. من یتق الله یجعل له مخرجا. خدا کمک میکنه. خدا به خاطر تو میخوام نماز بخونم، نگاه کن بله دلم یه جای دیگه است، اما اومدم بقیه‌شو تو کمک کن. حالا کی قرار به اون نماز برسم نمیدونم، ولی تلاش خودمو میکنم. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از مردگی. در ره او می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی غافل نباش. بعد ایشون میگه که چه بسا توی همچین لحظات اون نفحات امدادی پروردگار بیاد شامل حال این فرد بشه و یک باره همون نمازی که ازش توقع ندارم یه دفعه خدا امداد کنه و این نماز اون نمازی بشه که ان قبلت قبل ما سواها، دیگه همه اعمال من پس او پذیرفته میشه. چرا؟
چون ایشون میگه شرط این که اون نفحات الهی شامل حال کسی بشه اینه که این فرد در حال مجاهده باشه، ولی آدمی که بیخیاله یا آدمی که غافله بهره کافی و وافی از نفحات الهی نخواهد داشت. خیلی ممنونم آقای گودرزی عزیز و نازنین، خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. حواسمون به نماز بیش از پیش جلب شد به برکت فرمایشات شما و انشالله خدا توفیق بده بتونیم نماز رو اونطور که باید به جا بیاریم، برپا کنیم. ما هفته آینده چون دیگه میخوریم به محرم الحرام، ماه اعضای سید الشهدا سلام الله علیه، دیگه با شما برنامه نداریم تا انشالله فرصت بعدی مقتضی انشالله قسمت بشه، بخت با ما یار بشه، بتونیم هم کلام و هم نشین شما بشیم، استفاده بکنیم. اوامری ندارین؟ التماس دعا از شما و همه بینندگان عزیزمون داریم. مخلص شما هستیم. دم شما گرم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. چون بحثمون نماز بود و من الان یاد کردم از محرم الحرام و ماه اعضای سید الشهدا که در پیش داریم، یاد این دو بیت افتادم. این دو بیت رو تقدیم بکنم با شما خداحافظی بکنم. گفتش که ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است. از آمدن کرب و بلا آنچه به عالم مقصود حسین ابن علی بود نماز